سلام. آدم ارزون برات گرون تمام میشه. یعنی چی؟ یعنی اگه دست به معیارات بزنی، اگه خطای دیدی اول رابطه ببخشی، اگه هی بگی درست میشه، بعدن به خودت بدهکار میشی. بعدن اون میره دنبال کار و اشغال خودش، تو میمونی و کوله باری از چرا این کارو کردم، چرا اون کارو کردم، چرا اینو گذاشتم کنار، چرا اونو گذاشتم کنار. خودتو الکی خرج نکن، نمیارزه. بعضیا واقعا نمیارزه. دلت میسوزه، دلسوزی میکنی، اون دلسوزی آخرش یه جوری خودتو میسوزونه ها. آدم جدی حرف بزنی نبودم، ولی گفتم خود چرا نگم. وقتی تیربون دستنه بیام بگم بابا این کارا رو نکنید، این کارا انجام میدی و تو سن مثلا 20 سالگی، 30 سالگی، حتی 40 سالگی اصلا سن نداره که به خودت میای میبینی رفت. خیلی ساده، خیلی مثلا پیش پا افتاده و تو حالا تا جمع بشی، تا کارت، پولت، وقتت، هزینه، اصلا هر احساسی که گذاشتی دوباره به حالت اول برگرده، عمرت میره. دیدی از رابطه نگهداری نمیکنه، مراقب رابطه نیست، اینکه اتفاقی برات میفته سعی نمیکنه اولین نفر برسه، وقتی از دردی بهش میگی سری گارد میگیره. این آدم تو نیست. مراقب دلت باش، قدر خودتو بدون تا آدم درست بیاد تو زندگیت. خودتونو خرج این آدمای به درد نخور پلاستیکی الکی نکنید که بعدن شرمنده خودتون نباشین. چون اگه شرمنده خودت باشی، صبح تا شب میشینی فکر میکنی تو خیابون، تو کوچه، قبل خواب، تو سر کار، چرا اینجوری شد، چرا این کار کردم. خاطر اینکه درگیر این چرا نشی، سعی کن اگه خطایی دیدی، اگه دیدی احترامتو نگه نمیدارن، اگه دیدی برات ارزش قائل نیستن، خودت خیلی زود خداحافظی کنی تا باهات خداحافظی نکن.